تکنیک چهارم از سری مجموعه تکنیک‌های محاسباتی در مسائل شیمی. فرض کن سر جلسه امتحان داری یه مسئله استیکیومتر رو حل می‌کنی، با همچین چیزی مواجه میشی. چیکار کنم؟ من اینجا علامت جمع دارم، نمیتونم ساده سازی کنم، مجبورم برم طرفین وسطی انجام بدم. چون توی هر دو سمتم x دارم، باید x رو بیارم یه سمت، عددهای صحیح رو بیارم یه سمت، از هم کمشون کنم، تقسیم کنم. وای چقدر زمان میبره از من. بهترین راه زمانی که شما یه طرفین وسطین وحشتناک دارید، استفاده از تکنیک تفسیر صورت در مخرجه. حالا این تکنیک یه شرط داره، شرطش اینه که صورت در مخرج عیناً تکرار شده باشه. من توی صورت 40x رو دارم، توی مخرج هم 40x رو دارم. حالا چجوری میام عمل میکنم؟ صورت رو دقیقاً خودش رو مینویسم 40x، مخرج رو میذارم 40x به اضافه 280 منهای صورتش میکنم منهای 40x، این رو برابر قرار میدم. برای سمت مقابلم دقیقاً همین کار رو تکرار میکنم. صورت عیناً نوشته میشه، مخرج میشه 100 منهای صورت که 30. حالا چیکار کنم؟ 40x با 40x مخرج خط میخوره، پس برای من 40x در صورت به روی 280 برابر با 30 به روی 70. حالا کارم راحت شد. حالا میتونم ساده سازی بکنم. صفر صورت با صفر مخرج، صفر صورت با صفر مخرج، 7 به 7 1 به 28 4، 4 به 4 1، 4 به 4 1. حالا چه اتفاقی افتاد؟ حالا میام طرف وسط این میکنم، 1x تا x تا برابر میشه با 3 و جواب من به دست اومد 3. من این کار رو تونستم در عرض چند ثانیه انجام بدم، اما اگه میخواستم اون طرفین وسطین وحشتناک رو داشته باشم، ممکن بود چند دقیقه زمان منو بگیره. حالا اگه میخوای تکنیک‌های محاسباتی بعدی رو از دست ندی، حتما کانال رو سابسکرایب کن. روز خوش.